کسی دیگه سراغ امام زمان رو میگیره؟ کسی دیگه به فکر امام زمان هست؟ 24 ساعت از همین این شبانه روزت گذشت، از شب تا حالا به من نمیخواد جواب بدی. خودت و امام زمانت از دیشب تا حالا چند بار توی 24 ساعت به فکر امام زمان بودی؟ به یاد پسر فاطمه بودی؟ آقا کجایی؟ چه میکنی؟ از دست من راضی هستی؟ نیست؟ امام زمان دلش خوش من و شما بکنه؟ میگه دیدم چشمای مهدی فاطمه کوچولو شده، زیر چشمای امام زمان کبود شده. گفتم آقا چرا به این روز افتادید؟ فرمود از بس شیعه ها گناه میکنند و من اذیتم میکنم. من از دست شیعه هم به این روز افتادم.